با سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز کانال ایران توریست. به کانال خودتون خوش اومدید. موضوع امروز ما در مورد سکه های 50 ریالی یا همون 5 تومانی مسی هستش. امروز در مورد این داستانی که در مورد این سکه ها هست حالا مرور میکنیم که میگن اینا طلا هستند یا دارای طلا هستند. حالا میفهمیم که به چه شکلی هستند. بعد من در پایان ویدیو میخوام تستی از این سکه ها بگیرم. نحوه تست کردن سکه ها رو خدمت شما توضیح میدم که متوجه بشین که آیا سکه‌ای که دارین میتونه طلا باشه یا نه. تا پایان ویدیو با من همراه باشید. سکه 50 ریال یا همون 5 تومانی مسی یا همون سرخ رنگ. این سکه در دو تیپ ضرب شده که تفاوت اینا در نوشته های کنگره بیرونی هستش که در تیپ اول نوشته بانک مرکزی ایران که مشاهده می کنید، بانک مرکزی ایران، و در تیپ دوم نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مشاهده می کنید. تفاوتشون در این هست. این سکه از سال 1359 تا سال 1368 ضرب شده که وزنش حدود 10 گرم، جنسش از مس، قطرش هم 26.2 میلیمتر هستش. حالا داستان طلا چیه که میگن اینا بعضیاشون طلا هستن؟ داستان این شکلیه که میگن اوایل جنگ ایران و عراق یه مقدار شمش طلا رو ریختن تو قالب 5 تومنیا مثل اینا و به شکل سکه 5 تومنی در آوردن و میخواستن از کشور خارج کنن. و حالا شرایطی که پیش اومده خیلی هاشون تو دست مردم افتاده که چندی پیش مدیر کل اداره نشر اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی اومد گفت آقا کذبه و همچین چیزی وجود نداشته. حالا اون زمان چه اتفاقی افتاده، همچین کاری بوده یا نه، ما نه رد میکنیم و نه قبول، و احتمال داره که مثلا اومدن مثلا بعضی از افراد که میخواستن به مملکت خیانت کنن این کارا رو حالا شاید انجام دادن ندادن که در ادامه ما تست میکنیم ببینیم این شکلیه یا نه. و حالا چطور میشه که مردم به اینا شک میکنن و میگن طلاست؟ حالا یکی از هموطنامون که به یکی از کشورهای همسایه سفر میکنه و از این سکه ها همراهش بوده، اونجا یه نفر میاد، حالا رفته شاید جایی خرید و فروش یا چی، اینو میبینه و به ارزش بالایی اینو خریداری میکنه. اون طرف هموطنمون برمیگرده ایران و حالا قصه رو تعریف میکنه و دهن به دهن میچرخه و بعدا متوجه میشن که حالا اون اول فکر میکرده که بابا سر مردم کلاه گذاشته، اونور فکر کردن طلاست، بعدا میفهمن که احتمال داشته این اصلا خودش طلا بوده. و بین مردم این حرف تا به الان همینجوری چرخیده. البته میگن که سکه های ضرب 59 تا 61 همچین قابلیتی رو داره که من اینجا میخوام اینا رو تست کنم و شما هم میتونید اینا رو به راحتی تست کنید و متوجه بشین که اصلا این سکه، حالا بگیریم که همه اینا داستان و هیچ و پوچ بوده، حالا متوجه میشیم که اصلا اینا طلا هستن یا نه، یا میتونن طلا داشته باشن یا نه.
برای این کار ما به یک سنگ محک احتیاج داریم که مشاهده میکنید و اینو به راحتی میتونید که شما تهیه کنید از جایی که ابزار زرگری میفروشن، به راحتی میتونید تهیه کنید. و یه دونه تیزاب، حالا من از 18 استفاده میکنم. تیزاب در شماره های مختلف تو بازار وجود داره، حالا من از 18 استفاده میکنم. از 14 البته از 8 تا 22 هم تیزاب داریم که میتونید آزمایش کنید. حالا من یه دونه سکه ور میدارم، البته این 67 هستش. مثلا سکه سال 1361 هست. اینو روی محک میکشیم به این شکل که اینجا حالا ردی از خودش به جا بذاره، غلیظ‌ترش میکنیم. خب بعد یک قطره از تیزابمون رو اینجا میزنیم. همونطور که مشاهده کردین اون خطهایی که با این سکه ایجاد کرده بودیم همشون محو شدن. اگه سکه ما قرار بود طلا باشه، باید حالا رد این سکه، اون خطها اونجا باقی میموند و اون موقع سکه ما میتونست طلا باشه. پس ما میتونیم حالا اونایی که ضرب سال 59 هستن تا 61 روی سنگ محک بکشیم و آزمایش کنیم. اگه قرار باشه سکه طلا باشه، قطعاً اینجا متوجه خواهیم شد. یه دونه هم سکه سال 1359 رو مشاهده میکنید که اولین دوره ضرب این سکه ها هستش که میخوام اینم حالا روی محک بکشم ببینیم آیا میتونه اینم طلا باشه یا نه. خب از همون قطره استفاده میکنم. خب دیدید که اینم محو شد و این سکه طلا نیست.